سلام بر شما. به اخبار خوب این هفته از یقین خوش آمدید. من مجیب سلطانی هستم و امروز پنجشنبه 27 میزان سال 1402 هجری شمسی است. کار ترمیم سرک کوتل خاواک اندراب تکمیل شده است. وزارت دفاع ملی میگوید کار ترمیم سرک کوتل اندراب خاواک توسط انجینران قلعه‌اردوی 217 عمری تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. این سرک 40 کیلومتر طول دارد که ولایت‌های بغلان و پنجشیر را با هم وصل می‌کند. برای اولین بار پروازها از بلخ به عربستان سعودی آغاز شد. مسئولان میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی میگویند که برای اولین بار پروازهای دو طرف بین بلخ و عربستان سعودی را آغاز کردند. و این هفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس خود از آغاز کار ساخت 2146 خانه برای آسیب دیدگان زمین لرزه هرات خبر داده است. آقای مجاهد همچنان افزوده که خانه ها به گونه معیاری و شهرک در قریه سیاآب ولسوالی زندجان ولایت هرات ساخته و تلاش می شود تا کار آن پیش از رسیدن زمستان تکمیل شود. توافقنامه جدید بین کابل اسلام آباد برای تسهیل رفت و آمد مرزی. منابع محلی در ولایت قندهار میگویند که بر اساس تصمیم تازه امارت اسلامی افغانستان و مسئولان مرزی پاکستان در چمن باشندگان اسمین بولدک ولایت قندهار می توانند با استفاده از شناسنامه کاغذی و الکترونیک به پاکستان رفت و آمد کنند. و سومین محموله کمک‌های ایران به مناطق زلزله رسیده است. این هفته هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته سومین محموله کمک‌های مردم ایران که توسط مردم ولایت اصفهان این کشور جمع‌آوری شده است به افغانستان ارسال شده و در مناطق زلزله زده در ولایت هرات توزیع می‌شود. مطیع الحق خالص سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی به هدف جلب کمک‌های بشردوستانه به قطر سفر کرده است. جمعیت هلال احمر افغانی در حساب ایکس خود نوشته که آقای خالص در این سفر درباره تداوم کمک‌های بشردوستانه با مسئولان نهادهای کمک رسان و برخی از نماینده‌های سفارت‌های خارجی برای افغانستان دیدار و برای جذب کمک‌ها به مناطق زلزله زده ولایت هرات تلاش خواهد کرد. دیدار تودیعی عبدالسلام حنفی با سفیر ژاپن در کابل. حنفی خواهان سرمایه‌گذاری توکیو در بخش تکنولوژی و معادن در کشور شده است. ارگ با نشر اعلامیه‌ای میگوید عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار تودیعی با سفیر ژاپن نقش و همکاری توکیو را در برقراری صلح و ثبات در افغانستان مهم خوانده است. کار بند آبگردان دهندره از سر گرفته می شود. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در جریان بازدید از بند آبگردان دهندره ولسوالی پشنکوت ولایت فاریاب گفته است که کار این بند از سر گرفته می شود. آقای منصور تاکید کرده است که امارت اسلامی افغانستان در راستای عملی سازی پروژه های بنیادی مصمم است و بعد از این پروژه های خیالی در کشور وجود نخواهد داشت. نورالدین عزیزی میگوید امارت اسلامی افغانستان از سرمایه‌گذاران پشتیبانی جدی میکند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست توسعه اقتصادی در پکتیا گفته است که حکومت در مدت کم توانسته است در حدود 95% فابریکاها را دوباره فعال کند. و این هفته وزارت صنعت و تجارت میگوید برای توانمندسازی مالی زنان برنامه دارد. وزارت صنعت و تجارت از امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با 11 نهاد مددرسان در بخش عملی سازی پروژه‌های پیشرفت خانواده‌ها و زنان در عرصه کارآفرینی، تجارت و توانمندسازی اقتصادی خبر داده است. این بود اخبار خوب این هفته که تقدیمتان شد. برای پیگیری از مهمترین وقایع افغانستان و جهان از شما دعوت می‌کنیم تا صفحات ما را با نام یقین میدیا دنبال کننده باشید. بقیه ایام بکام.